آقا میخوام ببینم سطح بازی یا پرو پلیر بودن به چی بستگی داره؟ به اتچمنت، گان خفنه، گان متیکه، لژنده، نمیدونم دیوایس خوبه، چیه؟ اومدم یه کیوکیونا برداشتم کلا صفر صفرش کردم بدون اتچمنت. نمیخوام برم دلت نخواد. رنگ 12,000 100% پرو پلیر به عرب میندازه. اومدم تست کنم ببینم اصلا سطح بازیم در چه حدی، یا اصلا پرو پلیر بودن به چیه. درود بر همگی، من با تویتی هستم و خیلی خوش اومدید به یک گیم پلی خفن دیگه. اینجاست که شاعر میگه ماهیان شهر ما از کوسه هم وحشی‌تر از ماهیانی دریا شود، جوز گندم میروید آدم میرسد به کوه. خب بریم سراغ بازی. یه روش سگ میدیم از وسط سمت کرش، همیشه باید از وسط بری. چرا؟ چون خط میگیرن، یا میرن سمت A یا میرن سمت B، ولی از وسط سوپریزشون کردیم. سوپریز اینجا یکیشون خود رفتیم واسه دومی. ببین اصلا ربطی به اتچمنت نداره، سطح بازی تو ببر بالا. بیا آموزشی خودم نگاه کن، اصلا از این رو به اون رو میشیم. خب یه نفر سوم و یه اسلاید به چپ زدیم و اینجوری هم کیل شد. میریم واسه نفر آخر ببینیم چی کارش میکنیم. سوراخش میکنیم پسرک. یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام. وای I don't know گیرش میارم. وایسا. آره کل پسر. خب انتقام منو گرفت. بریم واسه راوند دوم. شاعر باز چی میگه؟ شاعر خیلی چیزا زیاد میگه ولی یادم نمیاد برم. اینجا مسیرمون رو عوض میکنیم، یه تنوعی به خودمون بدیم. چرا؟ چون 100% ذهنتون میخونه، شل مغزم که باشن دیگه میفهمن. اینجا میریم جلو، یارو از جلو من فرار میکنه دوباره. خب یارمونو چیز کرد، نمیگم حالا. ببین از بالا برو، وقتی اون میره بالا دیگه فکرشو نمیکنی که تو به این زودی بیا اسلاید بک و اینجوری. آها دمیز شد. ببین همچون جاهایی نذاری تو کاور. کل پسر یاد بگیر اینجوری پلی بگیر. اتچمنت اصلا صفر. یاختی دادا بی کله خربازی در بیا برو جلو. باری کله پسر اینجا زدش. بریم واسه نفر آخر. اینجا که نبود. دمیج شد. دنبالش باید بری. نگاه اول بذار اون فرار کن بعد برو دنبالش. اینجا از این یارو چرت و پرتی انداخت و جی پسر. واسه من این چرت و پرتو نواس بندازی دادا. بریم واسه راوند سوم. نگاه کیوکینانو دوباره چیز کردم که نگید این اومده عوضش کرد بدون اتچمنت. برو بریم جلو. خب بله مسابقه دو رو مشاهده میکنیم. یه دونه سوزناری به قول رفیقمون میزنیم میریم جلو. یه نید خفن. چه نید خفنی. الان هدت تک دیوز یه بار با نایف یه بار با سیفور. خب میره مشاهده میکنیم که بچه کم کرده اینجا. باره کله پسر یکی رو بخواد زد، اون یکی اومد نایف رو فرو کرد تا دسته. این یکی هم تا نصفه بود، میدونی اون حواسش نبود تا نصفه فرو شد. میره واسه راند چهارم. این راندو که باختیم ولی خب خیلی خوب باش. ببین چی کارتون میکنم. به حضرت عباس نه چی میگفت؟ میگه به حضرت عباس. دوباره وسط میریم چون الان 3 تا رانده دیگه فکر نمی‌کنم وسط میریم سمتشون. تو زناری رشته سگی. بله اینجا 2 تاشون کیل شد. یه دمیج سگ داد بهم. لام از سب نیدو میندازیم سمتشون. یکی اومد اینجوری هم کیل میشه. برای کلا پسر میرم واسه ایکسشون بکنم. میریم جلو و خدا سر شاهده نه خودم. من یه فرد یعنی وظیفه خودم که میدونم چون قلبم الان گرفت. چه ایسی کردی؟ کل اسنایپرمون هم زد. خواه رفیقمون هم که نتش افتضاحه. الان میره اینجا اونجا میفته. تک به 2 استاده با پینگ خیلی خیلی افتضاح. بله پینگای ایران رو مشاهده میکنیم. ببینیم چه اتفاقی میفته. فینیش نشی صلوات ستون.
فینیش نشی. بله اینم نایف تا نصف فروش شد. ایسمون کرد. کلا نایف فیس بشی. ای خدا ای خدا ای خدا. خیلی خوب بریم واسه راند پنجم. راند پنجم و عباس باید تبی بریم حاجی. نه همیشه میگن تو مپ کرش باید ابی راش بدی. بیو کسی فکر نمیکنه که مثلا تو ابی میخوای راش بدی. اینجا یه اسنایپر اومد، نه اسنایپر نبود گانر بود و اینجوری میمیره. بریم مثلا نفر بعدی. بچه‌ها ماشاءالله گایدن. ببخشید من از لفظای سوری بلنس میکنیم یه امتیاز مفت بگیریم. یکی بچه‌ها رو کشتن، یه نفر امتیاز بذار بگیرم یزید. نمیذارن که. 3-2 با کیوکیونای بدون اتچمنت. خب حالا مسیرمون رو باید عوض کنیم. هیچ جا از یه مسیر نباید، هیچ وقت از یه مسیر نباید بری. چرا؟ چون از قدیم گفتن آقا یک آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. نذار مورنیشت بزنه. اینجا دوباره همون اسنایپره. البته گام بود در شغل. الان اسنایپر الان هم باز گام گرفت. چی میشده من اینها؟ دوباره از اینا میکارن و میمیره. دوتاشون فعلا. بریم مثلا نفر بعدی. نفر بعدی کوش اسنایپره. سلام کلا پسر. نفر آخرشون موند. ببینیم چیکار میکنیم. یه امتیاز مفت بگیریم فعلا. MVP رو بگیریم همینجور تحت سلطه خودمون. کلا پسر. میریم پلنت میکنیم. 2-1 موندیم. خب کجایی تو پسر؟ کجایی؟ بله اینجا با یارمون داره فایت میده. یارمون رو کشت و خدا رحمتت کنه. حتما حواست یادت باشه پودر نارگیلی هم بگو بریزنش. خب هنوز MVP تحت سلطه بنده است و میریم واسه راند آخر ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا میریم سمت A. سوزناری. صدا پا دورمون خیلی شلوغه. دو تا بچه ها رو زدن. رقابت تنگاتنگ شد دوباره. آیوی ای کسافت گاییدی منو با نایفت. آیوی 3 دسته داری منو میزنی یا سیفور. یارانت حرومت باشه پسر. ببین یارانت حرومت باشه. خب میریم واسه اسنایپرمون. یه خط گرفته ببینیم چی کار میکنه. زیلات گرفته دستش. خط سمت ای میبور البته. خب دیگه مرد. بوکسور مشاهده میکنیم. مایک تایسون. Welcome to my چی میگفت؟ یادم رفت ولش کن. خب اینجا دمیج سگ میشه. 2 تا HP داره. فرار میکنه. الان هر 3 تاشون رو میزنه. من شرط میبندم. ببین 3 تاشون گاییدنش. خلاصه کیوکینن منو نجس میکنی ها. خیلی خب این راندم که باختیم. یه بار نشده من با گام نبیرم. یا سیفوره یا نایفه. خدا آیوی من گیرت بیارم. بذار گیرت بیارم. بریم مثلا راند 7 یا 8 نه 4 3 7 یکی هم اینجا 8. خب دوباره از سمت بیراش میدیم. بریم امتیاز مفت بگیریم. نیدو میندازه. صدا پا زیاده. خط اسنایپ اونو داشت. فرار میکنیم. فعلا باید فرار کنیم. فقط اصلا نباید رش بدیم. بریم سمت A. بچه ها اینجا کاور گرفتن. تو رش خری بده. خرکی بده. ببخشید میگم خرکی بده. ببینیم چه اتفاقی میفته. تو هم این کم کن بذار. خب میریم بالا. نید انداخت. زود کاور بگیر. برو بالا. راش میدیم و میریم جلو. یه امتیاز مفت دیگه. ست پلنتی. 300 امتیاز مفت. کل پسر. وایسادیم تا بیاد با نید با نایف فروش بکنیم. بچه چیز کردن یعنی همه رو حالا من روکش نمیگم. خب یکی صدا پا اینجا داشتم. اینجاست کشتنش. باریکلا بچه ها. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لایک کامنت ساب یادتون نره. زنگولش هم فعال بکنید. همونجور که دیدید سطح بازی اصلا ربطی به اتچمنت و گان خفن نداره. اصلا آموزش ها رو دنبال بکن تا دیگه نیازی به این نداشته باشی که باید وایس عوض کنم.